احمدرضا پهلوی، هشتمین فرزند و پنجمین پسر رضاشاه پهلوی و دومین پسر از عصمت‌الملوک دولتشاهی. با ما همراه باشید تا با پنجمین فرزند رضاشاه پهلوی بیشتر آشنا بشید. احمدرضا پهلوی در 5 مهر ماه 1304 در شهر تهران به دنیا آمد. بعد از تحصیلات ابتدایی مشغول به تحصیل تو مدرسه نظام بود که بعد از برکناری و تبعید پدرش تو سال 1320 در حالی که فقط 16 سالش بود به همراه پدر به آفریقای جنوبی میره. تو سال 1323 برای ادامه تحصیل به بیروت رفت. احمدرضا بعد از مرگ رضاشاه به ایران برمیگرده و بعد از برگشتش به ایران تو سال 1325 با سیمین تاج بهرامی دختر دکتر حسین احیاءالسلطنه بهرامی ازدواج میکنه. ثمره این ازدواج 2 فرزند به نامهای شارخ و شهلا بود. این پیوند تو سال 1333 به جدایی ختم میشه تا اینکه تو سال 37 با رضا بزرگنیا دختر محمد بزرگنیا معروف به دانش بزرگنیا شاعر و نویسنده ازدواج میکنه و صاحب 3 فرزند به نامهای شاهین، شهناز و پریناز میشه. شاپور احمدرضا پهلوی تو امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دخالتی نمی‌کرد و کمتر توی دربار حاضر میشد. ولی با تمام این تفاصیل به علت وابستگی به خاندان سلطنتی و اینکه جزء 57 نفر اعضای اصلی خاندان پهلوی بود، بعد از انقلاب 57 اون هم به همراه خانواده ایران رو ترک میکنه و به فرانسه میره و همونجا تو سن 56 سالگی به علت سرطان خون از دنیا میره و تو قبرستان حومه پاریس به خاک سپرده میشه. مادر احمدرضا عصمت‌الملوک دولتشاهی متولد 1284 و در گذشته 1374 آخرین همسر رضاشاه و سوگلی اون بود که نسب قاجاری داشت. رضاشاه از طریق امیر لشکر خدایارخان خدایاری با عصمت‌الملوک دولتشاهی دختر غلامعلی مجلل‌الدوله دولتشاهی که از طرف رضاشاه به سمت ریاست تشریفات داخلی دربار پهلوی منصوب شد آشنا میشه. بعد از مدت آشنایی با هم ازدواج میکنن. عصمت‌الملوک که از سال 1302 وارد دربار شد تا تاجگذاری رضاخان تو سال 1305 صاحب 3 فرزند به نامهای عبدالرضا، احمدرضا و محمودرضا شد و تو سالهای بعد 2 فرزند به نامهای فاطمه و حمیدرضا رو به دنیا آورد. از این که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم. ممنون میشم نظرات و پیشنهاداتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید.